فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا زکریا عزیز پرسیدن که میگن که زنها بیشتر از مردا به دوزخ میرن، درسته؟ این در واقع یک نوع بیان حکمت و تعلیلی بود از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و راهکارش رو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. این گونه نیست که زن به خاطر این که زن هست بیشتر به جهنم برود یا مرد به خاطر این که مرد هست این باید بیشتر به بهشت بروند. هر کسی که هر عملی رو که انجام بدهد به همون اندازه مجازات میشد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که عمل خیری رو انجام داده باشه ولو اینکه یک ذره باشه ثوابش رو میبینه، اگر کار گناهی رو انجام داده باشه خب یعنی مجازات خواهد شد، صرف نظر از این که زن باشه یا مرد باشه. در آیات قرآن زیاد ما داریم که مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، این بسیار زیاد اومده که هر کسی در واقع مکلف هست و همون عملی رو که انجام میدهد از اون مؤاخذه میشد. به خاطر این که فلانی زن هست یا فلانی مرد هست هیچ گونه تبعیضی نزد الله متعال در واقع وجود نداره. منتها در یک روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روز عید بود، اومدن در محضر زنان بعد از اینکه نماز عید بود گفتن تصدقنا، شما صدقه بدید، فانی رأیتکن اکثر اهل النار، من دیدم که شما بیشتر از مردان به جهنم میروید، نه اینکه چون که زن هستید. علتش رو در ادامه حدیث بیان کرده که تکثرن اللعن، شما خیلی لعن و نفرین میکنید. و این یک چیزی هست که مشاهد هست، احیانا زنها بیشتر از مردان تا کاری میشود حتی فرزندانشون را، شوهرشون را یا بقیه اطرافیانشون را لعن و نفرین میکنند. این یک مورد دیگری که اومده که و یکفرن و تکفرن العشیر، ناسپاسی زیاد میکنید. اینا مواردی هستند که انسان را به جهنم میاندازند، نه این که چون که زن هستند پس بنابراین باید بیشتر به جهنم میرن. هر کسی مطابق با اعمال خیر و شری که انجام میدهد مطابق با اون اعمال با اون برخورد میشه، قطع نظر از این که زن باشه یا مرد باشه.